و آنو کلین سلام هم گم که مردک باشی. انوه هم کفر است. انم کلین سلامه که برای 10 سون 5 سون کلش در زمین میرسونن، تعظیم با غیر از خدا حرام است. دیگر آمانه شدن رو فراموش نکنید. بگذشت. انا زنهای خدا جو ایو امرأت نگه ماتت و زوجها ان راضین دخلت جنت. کدام زنی که اگر مرد شوهرش راضی باشد جنت میدرد، الا جنت جای وی نیست. یاد نبرانی زنها آری زباناش یک قلاچی است. بعضش میگوشت تو چیکار کردی؟ من چی کردی؟ پیغمبر میگه کدام زنی که اگر با زبان درازی کنه شوهرش که تو چی کردی؟ من چی آوردی؟ مردش چیکار کردی؟ خدا تعالی روز قیامت از زبانش در دوزخ کشارش میکنه. نه نبرارد 70 ساله تا عبادت الله بیکار میکنه. زنها را بعد از خدا قبلگاهش مردا است. یاد نبرارد. پیغمبر میگه اگر میگه خدا فرمان میکرد که آدم سجده کردن، من زنها را میفرمیدم که شوهراش نه سجده کنن. نه که سجده کردن برای آدم کفر است. من سجد لبنی آدم فقط کفره. و آنو کلین سلام هم گم که مردک باشی. انوه هم کفر است. انم کلین سلامه که برای 10 سون 5 سون کلش در زمین میرسونن، تعظیم با غیر از خدا حرام است. دیگر همه چیز ده نه یاد نبران. تعظیم کردن با غیر از خدا، حتی پیغمبر نه تعظیم کردن حرام است. وقتی که نامش میشنوی صلوات به زبان نگی اللهم صلی علی محمد و علی آل محمد و باری و سلم. دو قوت نمیزنی با که از پشت خدا خواهد منصب داری. بعضی ها دستای خدا خواهد راه براشه، خدا خواهد دو قوت زده چون نیستی. تو خدا خواهد به کارت پیش الله نمیزنی، پیش مخلوق خود قوت نزن. برای 3 سون پول شده، برای یک تا کسیم شده، برای یک ماشین شده، ایمان تا نفروش. انسان خدا خواهد حرمت میکند دست پیش بر. انسان حرمت میکند. انشاءالله خدا خواهد با لفظ شیرین شما فلان کدی با خو رفتن و بعد قوت زدن و با سجده کردن نیست عزیزانی من. دین تا از دست میتی خدا خواهد اگر فقط برای دنیا شدی. برای این زنها هم یاد نبرارن که رضا الله فی رضای زوج، راضی خدا در راضی شوهرای، و غضب الله فی غضب زوج، غضب خدا در غضب شوهرای. یاد نبراید. اگر شوهر ناراضی باشد این زنهای شما لینزه شود، شب تا سر خانه رفتن نمازهای قضا خوند، تهجد خوند، کوچه نبراید. نه که شوش ناراضی باشد جاش دوزخ است. ولی بعضی بچه ها می رفتن زنهاش این حدیث ها را گو اگر تو برای فایده خودت نگو، تو برای من ترسوندن، این جای ترسش نیست. این سخن پیغمبر بزرگواره، سخن الله که از سیز بالله رجال و قوامون علی النساء. گفت خدا ما مردها را تربیه نکنند آفردیم در بالای ما مردها را پرزیدنت خونه کردیم. میگه خدا این پرزیدنت الله تعیین کرده. همه پرزیدنت روی دنیا میگه خودشید. این همش با فرمان الله میشد. تو هم خوانند خدا پرزیدنتت کرده. باید که مرد خدا خود پرزیدنتش نه زیر دستاش خدا خود بخورونه بپوشونه. ای مرد باشی چی که خوری این حکم خدای واجبه. چی خوری میخورونیش. شما بازان شاشکی میخوری زنت دو تا شاشک نمیاری. چون نمیاریش؟ چون که تو خدا نمیترسی. اگر تا خدا بترسی فرمان خدا را شاشک خری شاشکش میاری، آش خری آشش میاری، گوشت خری گوشتش میاری. چی لباس خری مگر لباسش میخری؟ شما لباسش نمیخری خدا خواهد. زنه که بگونن ده زینان ده میخری. باشد گوید که هم یک شب کتک جم جم بیاد خدا خواهد یا گوشواری تو بیاد مردت و کسک میبری. ساعتی 12 شب زنی بغلگی خود نه تبریک کردن ناموس میکنی. گل برداشته آمدن سنتی پیغمبرای چون هر روزای کوچه تا گل کردن زنک شکوفان باش که خدا خواهد در تاری ساعت برداشتش میگرده. مردک جان اینجا برم بارا نگردی خدا خواهد ایشان پیشت کرده توالت میبرم. وقتی که ما لحظمونه معامله ما خوب کنیم زنامو جانمونه نمیکنی. زنی بگونه خدا خواهد یک همسیر دبینه در کوچه باید بندره خدا خواهد 2 ساعت ای در تا جمع کرده گم بزنی. باشد خفوفتم نپره با زنی خود نباید نوسه کشته خواه میرفته. نوسه بکشته بود توسه بگرد من نوسه توسه خواه دهنی بود بچه خوب زنک طاقت بکره. وقتش نوسه کشته خواه میرفته. حتی میگه که بزرگان اسلام چی خیلی که میخواه که زن زیب و زینت شود تو هم در این خانه میگه لباسکای خوب کتی دو اترکا زن انشاءالله خدا کد اون موی لوای
جادوگر زن پاتو هر یک موسه که اگه قدمه پرخ رو کنم سیکش میکنم موسرک مولوکات تو را سنت میگم اترکا زن انشاءالله خدا کنم زیری بغل تا پاک کن زیری ناف تا پاک کن لباسای سفید تا پشت دراکی او زنک هم که شودا شکوما هم وای نریه برق شکفته است اگر زن شما هم انشاءالله خدا خد زیب شد برای مرد یا برای مرد بیگانه حرام از زیبی دادنش لیکن نمیکنه خدا خد انشاءالله بیان اگر گویی که اگرم لباسه جمتیم تفوش که میگم میگرد من کریت لباس جمتیم فارت هم همین که خیلی اینا گذشت نفارت هم من شیدم همین بو کدمش نبده گارد گاو اغلی گاو میره خدا خد لباسش بوی گاو مردگم دیدش موندگی بره خبه گفتم بیات سوال دادن زنش خواب دیدن اینش اینشا پرسیده که همه گو همه خلدنی که ما خنکش کم سخته انترکتی دگو اگر هر دیوه نگبی تو سخته افتاده نه تا چه اندازم ما زنهامو چهور نیست که دل مرد نمیابه الحمدلله ما تا چه اندازم مردها هستیم که دل زنهام را یافته نمیتونیم یافتن دل مرد و زن این سنت پیغمبر است بینین رسول الله صلی الله علیه وسلم همسراش گلم میگفت ریحانم میگفت مرمت میگفت خورمت میگفت پیغمبر صلی الله علیه وسلم حتی دشنام دادن این گناه است این منافقی است کسی که زنش حقارتی بیزید میکند توباله حقارت میکند مادری و خواهری و عمه و خاله و این گناه است عزیزانی من وقتم شده است وقتونو بسیار نمیگیرم عزیزانی من صحبت کنیم صحبت بسیار است اصلا میگد کم شیرین انشاءالله با یک روزهای خوب و شما عزیزان هم صحبت میشیم عزیزانی من بیاین انشاءالله بخیر بین بیا از این معویزه ها انشاءالله ما و شما بهره گیریم از این موضوع عبرت گیریم انشاءالله خدا خد حیات مونه دیگر کن که نمکن روزی بارد شنیدی نکردی بعد میآید گفتد مونم شنی و نکردی خدا نمیبخشد خدا کدام گناه میبخشد کسی که توبه میکنه دیگر نکنش امروز با یک روز نماز و یک روز نماز نخون از بچه ها هستن که جمعه بای فقط هم جمعه میروه با یک خیلیش ایدالیه خدا خد یک سال نه یک بارم اید بروه تا سال دیگر گناهش خدا شوف تکوه ارگینال میگرده نماز 5 وقت فرضه تو جمعه بای نسی خدا خد انشاءالله تو 5 وقت باشه 5 وقت نماز در وقتش خون بعد جمعه بره رکلامه میره خود نشونتی میره خدا خد انشاءالله بدونن که نماز خونش ده بدونن که آدم خوب شد تو خوبی تا الله دونه این بنده دونستن شرط نیست الله دونه انشاءالله خدا خد ما شما را ارگینال بودن نه ما پیش خدا نه محبت ما زیاد داشتن الله دونه الله محبت بنده با ما شما الله با ما شما جوره شود خدا خد سعادت دنیا درشیم نگهبانی تو باشد ذات جبار نترس از هیچ کس زینهار کسی را که نگه دارنده شد او نمیگردد خیانت یکتاری ما انشاءالله یکتاره که مود خیانت نمیشه اگر الله نگهبان نباشد اگر الله فرمایش کنی گفتی خدا را کنی انشاءالله خدا خد عزیزانی من در اینجا صحبت به پایان میرسانیم و یگانه شه و عروس میگیم که خدمت کنن انشاءالله خدا خد به یک امید اکی حاتم کیلن گرفت طوری می باید میبینین دوری شورین کیلنان ساعتی 2-3 میخستن پیش از خسرو خوشتامن خستش کار میکردن تیار میکرد خانه ها میرفتن درار آب داده چه تا حاضر برعکس لگه حاضر خسرو خوشتامن خدا خواهد ساعتی 3 میکزن تا چایش دم میکنیم بعد ساعتی 8 قاشش ترن کرده ببینه این به ناموسی این به این خدا خواهد این به شرمی دختر نشان میتیم 18 سال کلانش کرده که 18 روز نه خدا خواهد چی میشه خدا خواهد خلق میبیند این مردمی اومده که معاملت هم میبیند رفتار هم میبیند گفتار هم میبیند بعضی با دشمن زنها بوده که 1 ساعت خمیر نکنی با 1 سال خمیر نکن خوشت آمد نکنه خدا خواهد با اوکار نبزید دست نچکنه این دشمن ها بیدن برای دخترای شما را بقدر کردن زید خسر و خشتمان گنده کردن با کلمای نادر سیاد میداد است این دشمنی اساسی است چی خالش هستی چی عمش هستی چی گورش هستی بجای گفت دخترم ای دست میامی سهر خسته خمیر کن ای دست میامی خانه رو افقاد کن همه کار بکن خواهی که در اونجا خشلو شوی خواهی که صاحب مرتبه شوی صاحب محبت و دوست شوند تو شاید از حاضی سر که کاره گو از حاضی بکای سر کارت سر کرنگی 1 سال دیگر پایسته نمیست همین انشاءالله خوشتامنان خدا خواهد شما هم آگاه باشین اندک چیز نه خدا خواهد کلنان پیش دارن یک دختر شکایت دارد میگد که اگر میگد منم میگد شوم در خوشتامنم میزنونه خرسند میشه باید فرمیشه که زنش
کاش که تو دختر میداشتی خدا خد یک بچه میزدش بعد میدونستی. یه به دخترای مردم خار دارن این بدبخت. سعیدی من چندینش خدا خد مکتوبه اومده است. بیچاره رو می آوردن دروغ فن کردن، یک ماده ما یک صورت بعد خدا خد عیب شب میگفته با این مردای نامردم بده. اس میگه در تای پاد نلنگه خودت در چند تا دختر گشتی، با چند تا دختر تلفن بازی کردی، سر بد سر میکنی باقی گپ میزدی فلان بدید. من همین دخترها رو میگم خانه دیگه شوهر که برفتی سیم کارت ده کم پرتا خدا خد، سیم کارتت نه خدا خد مادر تزبس که خالت تزبس که خواهر تزبس که عطر تزبس که این همسین فای دشمنش نیست در دنیا. این همسین فای بدبختم خانه های خدا خد همچین باشه ویرون داره. 12 و یک شب تلفن کرده چندش من آوردن کاغذ دارن جوراش از همسین فی بدبخش است. شوهر کرده تلفنی میتونه چی در کاره ولی که شوهر کرده مد صدقه تو همسین شو تو دشمن هستی خدا خواهد انشاءالله خانه و ویرون داری. چون که ما مردک ما دیوس نیستیم، ما غروری مردی داریم. باید مرد زنش همیشه حمایه کند، درست میکنن انشاءالله خدا. این زن هم تلفن باز در تش شو گپ زدن که بخالت تو ولد رفته چکا میکنی گپ زدن، آب برچکی زمین رفته چکا میکنی، البته خوشتومن شوپا پیدا میکنن. حالا اینکه تلفنش نده یک تلفنت کردی خواه خونه اپش کردی گپ زدن، خواه خالش کردی گپ زدن، هم برا ویرون که بامبایی اساسی هم تلفنه نه تزرد نه تلفن صدقه تلفن شود. آخری تلفن همش مصیبت آرده سر خلاص، مصیبت بالای مصیبت، جدا شوی بالای جدا شوی. فکتا کلام اسادیان در یک شب 15 کس کردی گپ زده. من با قریبی آوردن یک دفتر است، یک دفتر یک دخترچه یک دفتر تمام داده یک و دوی شو گپ زدگی جاش است. آخه مردک وجدان دارد، غرور دارد. یک دنگه بود میزند به همین خدا خود نگردیست سرسان و سرگردان شده. چی در کاری کلیسا عزیزانی من بیا بخت بیایید بیا کار کنین که الله راضی باشد. تلفن باز نشو، دخترای مردم رو فریب نکن، انشاءالله دختر تا فریب میکنن. یاد نبرار خدا خاطر یک کس فریب میکنی دختر تا فریب میکنن، زنی کس فریب که زن تا فریب نکنه تو درود گو. خدا خاطر 5 سال 2 سال بعد پیش من میاد بعد میگه که داملا همونجا گفتاری دروغ بوده. این خدای تعالی جزا هم دنیا نمیتید، همین دنیا نمیسوزوند. برای این خدا خواهد عزیزانیم بین بخت بین افقاتم خنک شید انشاءالله خدا خواهد. البته الله سبحانه و تعالی یک روزای خوب روزای شادین در دیدار یک دیگر دیدن مناسب بینه. این جو نوجوانم خدا هم بخش و تید این خرسندی ها با کل خاندانی ما الله مناسب بیند. آنانی که صدای ما رو شنیدین عذر خدا خواهد خفه نمیشین. گاه ها از روی عصبی وقتی که مشکلات گناه ها را میبینیم طاقت نمیکنیم از روی عصبی خدا خواهد بعضی گم بلب میزنیم، یکی همش برای فایده خدامون است. همش انشاءالله من حرکت میکنیم که جوانای خوب شه، حرکت میکنیم دخترها و زنهای خوب شوند در جامعه. یک بار خدا عمرت میده 50 سال 60 سال، همین 50 سال 60 ساله یک خدا خواهد حیات خوب شیرین کتی خزا کن. گفتی هم شیخ سعدی شعرش کتی با آخر میرسانیم یاد دار میگه وقتی زادنی تو گریان بودی همه خندان، چنانزی که وقتی مردنی تو خندان باشی همه گریان. وقتی از من کودک بر خدا خواهد راد میآید و بیچاره داد دارد همه خرسن یا دیگر تبریک میکند مبارکبادی میکند. وقتی که میگه در جامعه 70 سال 80 سال خدا عمرت میتید چنان زندگی که وقتی که مردی خودت خرسن آدما گریون باشه که کاش که الله 10 ساله که دیگر عمر کم زیاد میکرد که از معاملش و از رفتارش ما خرسن میشن.